در سال جاری 4 کانال مهم به هزینه نزدیک به 17 میلیون افغانی در ولایت بدخشان به بهره برداری رسیدند. مسئولان ریاست زراعت بدخشان میگویند این کانال‌ها با همکاری مؤسسات و هماهنگی اداره به هدف رشد و بهبود زراعت، افزایش تولیدات و دسترسی بهتر مردم به آب ساخته شدند. این کانال‌های زراعتی که گفتم که نزدیک با هزینه 17 میلیون افغانی در ولسوالی‌های کیشم، درایی، مرگو و خاش، البته با همکاری مؤسسات اداره زراعتی را ساخته ساز و به بهره برداری سپردن که اهمیت ازی خیلی مهم برای کشاورزان است که یعنی با زیادی آب زراعتی کشاورزان میتوانند که محصولات خوبی از زمینهایی که قبلا با کمبود یا مواجه بودن حاصل بگیرن و کشت و زراعتشان بهتر و بهبود یابد. باشندگان بدخشان از برنامه‌های توسعه‌ای و زیربنایی ریاست زراعت این ولایت برای رشد اقتصاد کشور استقبال می‌کنند و خواهان اجرای پروژه‌های بیشتر هستند. ریاست زراعت ولایت بدخشان طی سال جاری پروژه‌های خوب و بهتری را برای رشد و بهبود وضعیت جامعه و مردم در بدخشان برای زراعت و کارهای زراعتی انجام داده است که مانند سربند است، دیوارهای استنادی است، در ولسوالی‌های مختلفی از ولایت بدخشان اینا را انجام داده است، ایجاد کرده است و بازسازی کرده هستند که اینا هر کدامشان در راستای بهبود وضعیت زراعت و اقتصاد بدخشان نقش اساسی را دارا است. آبی ولایت بدخشان ما بسیار زیاد است. ما قسمی که میدونیم کانال ساختن پروژه ها دیگه امیدوار هستیم، متشکری میکنیم که دیگه هم کانال بسازه تا که منابع زراعتی زیاد شود، کشت زراعت و مردم ازش استفاده کنه. به گفته مسئولان زراعت بدخشان، پروژه‌های دیگر زراعتی نیز در این ولایت زیر کار است و در آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد.